بصدق ربا وعرفت بحق معناه. كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها، أسماء حسنى لعلا، وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه، ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. طبق برنامه‌های گذشته، در این برنامه هم با نامی دیگر از نامه‌های پروردگارمان و صفتی دیگر از صفات الله متعال ان شاء الله آشنا خواهیم شد. پروردگار من و شما الملک هست. الملک، الملیک و المالک، هر ستایشان نام پروردگارمان هست و هر سه نام دلالت بر یک صفت می کنند و آن صفت ملک و پادشاهی است، صفت تام الاختیار بودن و صاحب اختیار بودن تمام موجودات هست. الله متعال الملک و الملیک و المالک هست. این نامه ها در قرآن اومده و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده. معروف ترینشون نام الملک هست که در قرآن کریم تقریباً 5 جا ذکر شده. الملک هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس در سوره حشر، که به صورت الملک اولین صفتی که برای الله ذکر شده بعد از معرفی الله، هو الله الذي لا اله الا هو الملك، آن معبودی، آن اللهی که غیر از او معبودی دیگر نیست. الملك القدوس السلام، ملک هست و قدوس و سلام هست. فتعال الله الملك الحق در سوره مؤمنون، بزرگ هست، والا و عالی هست اللهی که الملك الحق، الملک هست و الحق هست. پس بنابراین الملک یکی از نامه های پروردگار هست که در قرآن کریم ذکر شده و الملیک هم در قرآن ذکر شده، منتها فقط در یک مورد در قرآن کریم آمده، در سوره قمر، آنجایی که الله متعال می‌فرماید ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ملیک مقتدر یعنی پادشاه مقتدر و توانمند، مالک و ملک توانمند و قدرتمند. نام دیگری که المالک هست، این هم جزو نامه‌های حسنای الله متعال هست که در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و احادیث گوهربارشون ذکر شده. قبلا بارها این مطلب رو خدمت شما عزیزان عرض کردم که ما اهل سنت و الجماعت هر نامی را که الله متعال بر خود نهاده باشد یا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای الله متعال بیان کرده باشد، ما این را نام الله می‌دانیم. از طرف خودمان بر الله متعال نامی رو مقرر نمی کنیم. اسمای الله متعال اسمای حسنا هستند. هر اسمی که خود را به آن خوانده یا رسول الله صلی الله علیه و سلم معرفی کرده، ما آن را قبول داریم.
از طرف خودمان بر الله و پروردگارمان نام نمیگذاریم. المالک یکی از نامه‌هایی هست که در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده. در صحیح مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان اخنع اسم عند الله رجل تسمى ملک الاملاک. زشترین نام و بدترین نام نامی هست که یک انسانی، یک مردی خود را ملک الاملاک یا ملک الملوک، شاهنشاه، پادشاه شاهان اسم بگذارد. ملک الملوک و ملک الاملاک فقط الله هست. و در ادامه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا مالک الا الله، لا مالک الا الله، که غیر از الله مالکی وجود ندارد. پس بنابراین در این حدیث نام مالک بر الله متعال اطلاق شده. پس بنابراین پروردگار من و شما نامش الملک، الملیک و المالک هست و هر سه این صفت دلالت بر صفت ملکیت و صاحب بودن می کند که الله متعال صاحب من و شماست، مالک من و شما هست، پادشاه و صاحب اختیار من و شما هست. این نامه ها بیانگر این هستند که الله متعال تمامی صفات ملکیت را، تمامی صفاتی را که دلالت بر صاحب بودن و مالک بودن و پادشاه بودن می کنند، الله متعال تمامی این صفات را دارد. یعنی این که الله متعال دارای صفت ملکیت هست بر ما، مالک ما هست، صاحب ما هست، ما در اختیار او هستیم. یعنی این که الله متعال قدرتش یک قدرت کامله هست، قدرت کامله دارد، عزت کامله دارد، علم محیطی دارد، حکمت واسع و گسترده را الله متعال دارد. تمام صفاتی که برای ملک و برای مالک واقعی، برای ابوحت یک پادشاهی لازم هست، تمامی این صفات را الله متعال دارد. ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدیر. ملکیت زمین و آسمان و پادشاهی زمین و آسمان از آن الله هست و الله بر هر چیز توانا هست. یعنی این که وقتی که ما میگوییم الله مالک هست، الله ملک هست یا ملیک هست، یعنی دارای قدرت فوق‌العاده‌ای هست. تمام صفات حسنه و زیبایی که لازمه پادشاهی هستند، الله متعال این صفات را دارد. اهم از قدرت و عزت و علم و نفوذ و سیطره و کمال تصرف و تمام اینها را الله متعال دارد. نقطه دوم این که الله متعال ملک هست، ملیک هست و مالک هست، یعنی این که تمام انسانها و تمام موجودات مملوک او هستند. گزینه اول و بخش اول این بود که عرض کردم الله مالک و ملیک هست، به این معنی که دارای تمام صفات پادشاهی هست، دارای قوت هست، عزت، علم، حکمت، نفوذ و سیطره، تمام این صفات را دارد. جنبه دوم معنای پادشاهی و ملک این هست که تمامی مخلوقات برده او هستند و مملوک او هستند و تمام مخلوقات نیازمند ملک خودشون هستند، نیازمند پادشاه خودشون هستند و الله متعال نیازمند هیچ کدام نیست. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ای مردم، ای بندگان، تمام شما فقیر هستید، نیازمند الله متعال هستید و الله متعال نیازمند هیچ کدام از شما نیست در هیچ موردی. پس بنابراین الله متعال مالک هست به این معنی که صفات ملک را دارد، لوازم ملک را به صورت کامل دارد. مالک هست به این معنی که همه ما مملوک و بنده و برده او هستیم. و بخش سوم معنی ملک و مالک این هست که
اراده الله متعال بر ما نافذ هست. هرچه او در مورد ما تصمیم بگیرد، هرچه او در مورد ما قضاوت بکند، کسی نیست که از اون سوال بکند چرا این گونه شد، چرا آن گونه نشد، چرا فلانی رو زنده کردی و چرا فلانی رو از دنیا بردی، چرا به فلانی مال دادی و فلانی بیمال و فقیر هست. اراده الله متعال اراده نافذی هست بر تمامی مخلوقاتش. وقتی که ما میگوییم که اراده الله و حکم الله متعال نافذ هست، بدین معنی که هر حکمی رو از هر نوعی که باشد، وقتی که الله متعال یک حکمی رو صادر کرد، کسی نیست که دوباره اون حکم رو زیر سوال ببرد و نقضش بکند. حکم الله متعال نافذ هست بدین معنی که هرچه الله متعال در تقدیر نوشته قبل از آفرینش آسمانها و زمین 50,000 سال قبل، هرچه را که الله مقرر کرده و سرنوشتی را که الله متعال رقم زده، بدون کم و کاستی و بدون تأخیری، بر اساس همان چیزی که ملک الله متعال تقاضا کرده و الله متعال این تقدیر را نوشته، دقیقاً به همان گونه اتفاق می افتد. چون که مالک هست، حرفش بر کرسی نشسته. چون که مالک هست، اراده اش نافذ هست. همان چیزی را که قبل از پیدایش آسمانها و زمین تصمیم گرفته و اراده گرفته، موم بی بوم دارد اجرا می شود. و مورد دوم این که الله متعال ملک و مالک و ملیک هست. او هست که حکم می کند که ما چه کار بکنیم چه کار نکنیم، کدام کار برای ما ثواب دارد، کدام کار گناه دارد، کدام عمل جایز هست و کدام عمل جایز نیست. یعنی احکام شرعی و احکام فقهی که به عنوان احکام اسلام شمرده می شوند، آن کسی که تصمیم می گیرد که چگونه باشد، چه چیزی حلال باشد، چه چیزی حرام باشد، چه چیزی مکروه باشد، تمام این فقط اراده ملک هست. این نشانه ملک بودن و ملیک و مالک بودن الله متعال است که هر چرا او به ما دستور بدهد ما باید انجام دهیم. و همچنان هر چرا که الله متعال حکم بکند به عنوان مجازات یا به عنوان ثواب، آن اجرا می شود. اگر الله متعال بفرماید که نماز بخوانید این ثواب را دارد، روزه بگیرید فلان ثواب را به شما می دهم، اگر کسی فلان گناه را کرد مجازاتش چنین و چنان هست. هر حکم جزایی را که الله متعال نافذ بکند و دستور بدهد قطعا نافذ هست و قابل قبول هست. پس بنابراین این که حکم الله متعال نافذ هست بدین معنی هست که تقدیر الله متعال نافذ هست، هرچی مقدر کرده همان اتفاق می افتد. حکمش نافذ هست بدین معنی که هرچی بر ما حکم بکند باید انجام بدهیم. کاری را که بگید انجام بدهید ثواب است باید انجام بدهیم. اگر فرمود که فلان کار گناه هست انجام ندهید، حکم اون نافذ هست. حلال و حرام را اون تعیین می کند. و همچنین احکام جزایی را که صادر می کند صرفاً الله متعال است که از جایگاه ملک بودن و ملیک بودن و مالک بودن خود این احکام را صادر می کند و قطعاً نافذ می شود و این دلیل کمال ملک و پادشاهی الله متعال هست. و از معانی ملکیت الله متعال، پادشاهی الله متعال، این هست که الله متعال کتابه ها را از آسمان نازل می کند مانند قرآن کریم، پیامبرانی را انتخاب می کند و مبعوث می گرداند، انسانها را هدایت می دهد، گمراهان را راهنمایی می کند، اقامه حجت می کند با ارسال رسول و انزال کتب، کسانی را که معاند هستند، کسانی را که با حق ستیزه جویی می کنند، آنها را با دلایل محکم و براهین قاطعه برایشون اتمام حجت می کند. تمام اینها نشانه این هست که الله متعال مالک مقتدر و ملیکی هست که صاحب اختیار کامل هست. علامه ابن قیم رحمت الله علیه
در مورد حقیقت ملک و پادشاهی الله متعال می‌فرماید که واقعیت ملک و پادشاهی، مالکیت و اصل تصاحب این گونه ثابت می شود که ملک و مالک یا ملیک عطا داشته باشد، به هر کسی بخواهد بدهد، از هر کسی بخواهد بگیرد، به هر کسی که بخواهد اکرام کند، هر کسی را که بخواهد ذلیلش بکند، به هر کسی که بخواهد ثواب بدهد یا مجازات بکند، از هر کسی که بخواهد راضی بشود یا ناراض بشود. تمام اینها لازمه کمال قدرت و کمال ملک و پادشاهی الله متعال هست. آنگونه که الله متعال در سوره آل عمران می‌فرماید قل اللهم مالک الملک، ای پروردگارا، ای الله، تو مالک الملک هستی، تمام ملکیت و تمام پادشاهی از آن توست. ملک چه کار میکند؟ تؤتی الملک من تشاء، پادشاهی را به هر کسی بخواهی میدهی، و تنزع الملک ممن تشاء، از هر کسی بخواهی پادشاهی را میگیری، و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. تمام اینها نشانه مالکیت الله متعال هست. به هر کسی بخواهی پادشاهی میدهیم، از هر کسی بخواهی میگیری، به هر کسی بخواهی عزت میدهیم، از هر کسی که بخواهی عزت را میگیری و ذلت میدهیم. عزت و ذلت دست تو هست، آوردن شب و روز به دست تو هست، زنده کردن مردگان و میراندن زندگان دست تو هست، و هر کسی را هم که بخواهی بدون حساب و کتاب رزق میدهیم. یعنی این که در تمامی این زمینه ها هیچ کسی نیست که از الله متعال بازخواست بکند که چرا فلان کار را انجام دادی یا چرا فلان کار را انجام ندادی. به این دلیل که الله متعال مالک الملک هست، ملک الملوک الله متعال هست، الملک، الملیک و المالک الله متعال هست. و الله متعال پادشاهی خودش را بر بندگان این گونه اعمال می کند که یکی را می بخشد، غم و اندوه یکی را از بین می برد، مظلومی را نصرت می دهد، ظالمی را مجازات می کند، یا کسی را که گرفتار هست گرفتاریش را رفع می کند، به فقیری مال و ثروت می دهد، ثروتمندی ورشکسته می شود. و تمام اتفاقاتی که در دنیا برای من و شما یا برای دیگران می افتد، تمام اینها نشانه ملک و پادشاهی کامل الله متعال هستند. هر اتفاقی که می افتد یعنی این که مالک من و شما، ملک و ملیک من و شما این تصمیم را گرفته و این اراده را داشته که این گونه دنیا را مدیریت بکند، و این نشانه کمال اختیار و ملک الله متعال هست. در قرآن کریم الله متعال بحث مالک بودنش را که در هر چیز بخواهد تصرف می کند، این را به عنوان نشانه و دلیل الوهیت خودش ذکر کرده. یعنی الله متعال مالک هست، ملک و ملیک هست، صاحب اختیار هست. پس بنابراین چونین الهی، چونین معبودی و چونین ملکی که این همه اختیار دارد و ملک مقتدر و تمام الاختیار هست، فقط و فقط چونین ذاتی باید عبادت بشود. الله متعال می‌فرماید ذالکم الله ربکم له الملک لا اله الا هو فانا تصرفون. رب شما، الله شما این هست، ذالکم الله ربکم له الملک، رب شما ملکیت کامل دارد، ملک هست، ملیک و مالک هست، دارای ملک هست. لا اله الا هو،
پس بنابراین غیر از او معبود دیگر نیست، چون که هر چه را بخواهد انجام میدهد و فقط اراده او نافذ هست. پس بنابراین فقط و فقط چنین ذاتی باید معبود باشد و مورد عبادت قرار بگیرد. الله متعال می‌فرماید یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس والقمر كل یجری لاجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملک. تمام اینها نشانه ملکیت الله متعال هست که شب را در روز داخل می کند و روز را در شب وارد می کند و خورشید و ماه را مسخر کرده که هر یکی از این خورشید و ماه بر یک مدار خاصی و در یک زمان خاصی حرکت می کند. ذالکم الله ربکم، پروردگار شما این هست که این همه ملکیت دارد، این همه قدرت دارد، این همه اراده اش نافذ می شود. له الملک، صاحب ملک هست. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. اما آنهایی که شما به غیر از الله آنها را به پرستش و عبادت گرفتید هیچ چیزی در اختیار ندارند. یک پوسته نازکی از هسته خرما را هم در اختیار ندارند. ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، اگر اونها را صدا بزنید صدای شما را نمیشنوند. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، بالفرض محال هم اگر بشنوند اجابت نمی کنند. و یوم القیامت یکفرون بشرککم، و روز قیامت هم این شرکی را که شما انجام دادید این را منکر می شوند. پس بنابراین معبود حقیقی و واقعی آن کسی هست که ملک هست و ملیک و مالک هست، تام الاختیار و صاحب اختیار همه من و شما هست. اما ملک بودن الله متعال، مالک و ملیک بودن الله متعال همراه با رحمتش هست. الله متعال در قرآن کریم بحث ملک بودن خودش را با رحمان و رحیم بودن خودش گره زده. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، در جایی که الله متعال می‌فرماید در سوره حمد الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، بعد از آن بحث ملکیت خودش را بیان می‌کند مالک یوم الدین. الملک یومئذ الحق للرحمن در سوره فرقان، که این ملکیت از آن رحمان هست، یعنی این که الله متعال پادشاه هست، مالک هست، اما در کنار آن رحمان هم هست. پادشاهی نیست که بندگانش و مملوکینش از ظلم او بترسند، نه، بلکه الله متعال هر چی میکند بر اساس عدالت هست و بر اساس حکمت هست و هیچ کسی مورد ظلم و تعدی قرار نخواهد گرفت. امیدوار هستم که الله متعال با ملکیت کاملی که بر من و شما دارد همه من و شما را به راه راست هدایت فرماید، در دنیا و آخرت همه من و شما را سرفراز و سربلند بگرداند. تا برنامه دیگر و مطلبی دیگر شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معناه، كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها، أسماء حسنى لعلا، وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه، ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. بصدق ربا وعرفت بحق معناه، كم مر العمر ولا